شد فاروق؟ او چی ها میگوید؟ زهرا دخترم؟ خدایا این ناممکن است. برگشت. من برگشت. من یا خدایا چرا اون پامون حیران می‌نگره؟ 100,000 بار شکر خداوند میکنم. او زنده در آنجا ایستاده است. برگشت. آقای اکرم لبای؟ این چی گپ است؟ این چی اخلاقی است؟ زهرا چی گپ است دخترم؟ زهرا جان ای وای، دومولوزیا در اینجاست. یا خدایا، این آدم باز چی نقشه داشته باشده؟ دانستنی که او را ویران کردنی است. این دختر را با شخصی دوست نمی داشتهش داده ایستادن به فکرم. کی باشد؟ با من چیه؟ از پسم پالیس خاطرم باشد گم است. گریز بچه گریز. با کجا میگریزی زیا؟ ایستا زیا. زهرا زهرا وای زیو گفت. بله زیو گفت. اها البته خیانت را برداشتن نمیتواند. دو زهرا دو. دومولوزیو این دفعه تو رو نمیبخشد. سردارم در اینجا توی از عنیق همه جا دارم. میخواد که در بین مردم در آدونامو پیدا نکنیم، لیکن ما او رو پیدا میکنیم 100%. پس چرا در اینجا ایستادیم؟ رفتیم این مگر خانم زهرا نبود؟ زهرا البته امروز دختر توی داشت گویه چهارچشمه. خانم زهرا مگر از پشت داماد میدود؟ دیوانه برای چی از پیش داماد دود؟ اگر دود برای چی با خانه دارم؟ شاید در لحظه های آخر فکرش رو تغییر داد. ایدمت رو گیر حاضر یک تا میزنم. به کجا میروی زهرا دخترم؟ بله مویستش پس کردن یک ماشین ناخته باش. چی گپ است در اینجا؟ زهرا عشقمیستو. سردارم خانم زهرا از پسی داماد از پسی خانم زهرا میدود. یک کله در لحظه های آخر وجدان زهرا بلندی کرد و از شود کردن دست کشید. دمت را گیر سفسدگویی را بس کن. اکی فاروق چی گپ در اینجا؟ اونال تو چیکار میکنی در اینجا؟ اکی رامان در اینجا چی گپ شده ایستاده؟ نمیدونم اونال از کجا دونم. زهرا کسی را دیده شق شده ایستاد و زیا گفته دویده رفت از قفای اشاخی. زیا میگوید؟ بله. یعنی کلتکیلز میگوید. خواهش میکنم سردارم آرام باشد، عصبی نشوید. سری کلت درگور 100 بار میگم کلتکیلز نگویه. من کلتکیلز نگفتم. زیا من گفتم یا که تو زیا گفتی؟ من زیا نگفتم، زهرا زیا گفت آخه. گفت التماس نامی اما آدم نگی. این کلتکیلز گرفته ایستاده است. زود باش لوین دویده. این ندیده اونال دیونشی تمام. لوین تو با کجا رفته ایستاده ای؟ ای سلنی من عشقم عزیزم دلم و تو همش رو میفهمونم. حاضر بسیار سراسیمم چون که آن آدم میگریزد. کی میگریزد؟ وای نمیدونم. ندونی کجا میدوی لوین؟ از پس سردارم باید بدوم چون که یعنی او میگریزد. کی میگریزد کی؟ سلن جان حالا نمیدونم. نگفتن من توی کورته در تنه بسیار زیبیده است. عقلش رو خورده است. لوین ای وای دومولوزیو را دستگیر میکنم.
چی از قفای من داد زد؟ برخیز دیوانه میشوم. من از پلیس گرفته شدم. او چرا تویش رو ترک کرده از پس من میدود؟ هیچ نمیفهمم. زورو در کجایی؟ این دختر نیکو رو ترک کرده با کجا رفت امک اکرم؟ این شرمندگی است آقای اکرم. آبرویمان ریخت. نویرتون زیاد گفته دویده رفت. محترم التماس عصبی نشوید. آرام شوید. چه خیلی آرام شوم من. پیسرم رفتیم. پیسرم آرام شو. پیش دروید. برادر این چیزی بود. آدم مرد و رفت، دختر تا حال با او عاشق است. یا خدایا این عروس مثل ارواحه. برگرد زیو با کجا رفتی؟ زیو برگرد التماس. من اصلا با تو خیانت نکردم زیو، فقط تو را دوست داشتم. در دلم بخیر است و به هیچ کسی دیگر جای نیست التماس زیو. یا خدایا این دختر چه گفت؟ یا من زیا باشم مگر؟ نه اگر زیا باشم چون این دختر زیبا رو چرا ننجانم؟ یا خدایا من به چه کارها آواره شدم؟ از اینجا گریختنم لازم. چی گپ هسته؟ یه سردارم دوز رو گذاشته اول از پس کلتکلسی که وجود ندارد دویده ایستاده. ای بچه ماشین رو همون کلتکلس دزدیده بود و هم نیکای زورا رو ویرون کنی آمده است. فهمیدی؟ یه سردارم از برای خدا بس کنید. یه سردارم شما چی ها میگوید؟ یعنی که کلتکلس از زیر زمین برآمده اومده توی زورا رو بردار کردنی بوده؟ بر زمین ماشین رو دزدید. یا خدایا شما چی ها میگوید؟ باش دو میگویم دو. چی گپ از خودش؟ من از پاریس میگریزم. این دختر از توی گریخته چرا از پسی من میدودم؟ این چه خیل حیات است؟ من پیش وقتا چه خیل بودم؟ عجبا از میشگان دیوانه پرسم. میدونسته باشد او با من چنان میدیگرد که گویا مرا میخورده باشد. خدایا این سیاهی باز پیدا شد. گریختم لازم. زیو برگرد التماس. زیو در کجای دوست داشتم مرا نبر تا التماس. زیو زهرا او در کجاست؟ دیدی او را؟ زهرا کنی وای. زهرا جانم. خانم زورا رفیق سردارم کفالت میدم که تنش گرم است حالا نمورده است. تو چی گفته ساده به عقل؟ زهرا با خود بیا. بیهوش شده. سردارم دلش کار میکنند حالا بیهوش است. خانم زورا ده چلیک چند چلیک میشوه؟ ده چلیک میشوه زورا. زهرا دخترم تو چی کار کردی؟ تو چی کار کرده ایستاده دخترم؟ زورو خیز. با من نگاه کن. ای اونالی بیناموس، تو در اینجا چی کار داری؟ با تو چند بار گفتم که با من روبرو نشوه؟ من از پسی جنایتکار بودم. کاری من این است. چه کار بوده است؟ جنایتکاری کلان تو هستی. نبیره من حتی برای از تو خلاص شدن به خارج گریخت.
اما آقای اکرم مرا آقا نگو. دخترم خیز زهرا دخترم و آدم را فراموش کن. و یک آدمی پست است و مرد و آدم مرد. وای رو این خیل نگوید بابا. میگویم او را همینطور گفتم. او یک پسرین آدم است و مرد. ای پدر جان آرام تو هم سر نکن. نه آقای اکرم کیلت زنده است. و آدم مرد و آدم مرد میگویم به تو. نه نمرده است. مرد خدا حالا هم نمرده است میگویم. بابا اکرم خودتون رو بدست اما نمرده است. ابله مرد و آدم مرد. بس کن میگوی که نمرده است آخر مرد. و نمرده است آخره مرد دفع کنید داره. نمرده است ای سردارم از برای خدا بیا از اینجا روی که بابی اکرم دیرزنک شدم میمونه در تای گپ میمونه. بیا روی دفع کنید داره از اینجا. کیلت زنده است. وای مردگی. تمام پدر وای مردگی گپی شما. سهرا آرام شد بابی اکرم کلا زنده احمق مرد وای پرید داره از اینجا. ای بچه گد رو زر کن زود باش. گوش کن لبین آن بیشرف دیگر از دست من نمیگریزد. کی؟ چی خیل کی؟ کلتکیلت بیشرف. سردارم زنده ها مانده از پس یک اوراق دویده شده مگر همین هم کار شد خوش برود. چی خیل اروا چهارچشمه حتی زهرا را دید. خانم زهرا از هیجان دیده چون که او به شوهر میبراید. شما باشه سیندروم رو اثر گذرانده. دیوانه ابله من چگونه سیندروم رو اثر میگذرانم؟ سیندروم رو یک بار دیگر گذرانده بودید کو؟ فهمیده بودید کو کلتکل از بوجت در زمین خلیده بودی کو؟ حاضر تو رو یخت میزنم سیندروم رو میبینی. حیات شخصی مرا به این کار داخل نکن چهارچشمه. سردارم اگر مورد درباره کلتکل از قاطون میکنم. لوین حاضر عینک‌هات رو پاره میکنم. حالا کلتکل از پیش ماشین راست گذاشته اون طرف رفت. کلتکل که خزانده است که میدود. میبینی حالا میبینی زنده بودنی او رو میبینی. انا بعد میگوی که سردارم شما راست گفته بوده. بعد همون وقت من حالت رو میبینم. خدایا هرچی گریختم. این چی هست؟ کوچه محکم. خدا سند. دامولو زود سوار شوید. تو کی هستی؟ زود باشید با ماشین شینید. چی گپ هستم؟ سرتان رو خم کنید زود. خم شوید نباشد شما رو میبینم. ملش چی شده ایستاده است؟ این کجا شد؟ این کجا شد؟ زمین کفید و به درون نشفتید. بخار شده نیست نشد کو. او را در همین جا میقپیدیم آخر. بیشرف اوی بیشرف با دیوار بر اومده گریخت. سردارم شما چی ها گفته ایستاده؟ او اوراق دیوار را پریده میگذاره. ای دفشو سردارم شما چی ها میگوید؟ شما آن کار را که میکنید به عقل آدم راست نمیوید. تماما منطق ندارد کاراتون. لوین تو به عقلی. آیا در حیاتت باره هم فکری با منطقانه میکنی؟ یک دقیقه سردارم. بوی مسرکه بوده است. تشکر به شما خانم. از این دیوانه ها مرا خلاص کردید. دامولو گفتید زهرا رو فراموش کردم کو. در توی زهرا چیکار میکنید؟ طاقت نکردید؟ چی؟ من به توی زهرا آمدم؟ این چه علاقه دارد؟ دامولو با من بازی نکنید. بازی؟ چه خیل بازی خانم میلیس؟ یا خدایا آن زهرا است کو؟ گویا عذاب وجدان کشیده ایستاده است. البته دیدید بعد شما باز خونه‌دار می شود. زنده بودن شما را فهمیده خودش را در پیش شما سفید کردنی شد. نه
ба ӯ бовар накунед шавҳар карда истодааст. شوهر کند کردن گیرد به من چی آخیر؟ ҳа домуло ҳамин хел гӯед. парво накунед шавҳар кунад ҳам бигузор шавҳар кунад. бе ҳамон ҳам ӯ ба ишқи шумо лоиқ нест. ӯ лоиқи хушбахтӣ нест. شما چی گفته ایستادید؟ من هیچ چیز نمیفهمم. дар байни онҳо падарам ва бобоям шуморо дида бошанд. کی؟ آنها کیستن؟ домуло худатонро ба нодонӣ назанед. ман инро намефаҳмам. ба ман метавонед бовар кунед. در کدام موضوع؟ дар ҳама мавзӯъ. خوب نباشد من چرا میگریزم؟ این آدم ها چرا از پسی من میدوند؟ پلیس چرا از قفای من است؟ شما برای چی به من یاری میدهید؟ домуло шумо ҳаёти маро наҷот дода будед. خیر аз ҳамон сабаб ман ба шумо кӯмак мерасонам. ай иншоалло язне унал шуморо надидааст. вагарна шуморо дошта маҳкам мекунам. یا خدایا چه خیلی محکمه؟ برای چی محکم میکنن؟ من به شما گفته ایستادم من با پلیس سر و کار ندارم. خطاگی شده است. язнаи унал ба шумо бисёр часпидааст. ӯ фикр мекунад ки янгаи ҳале аз барои шумо шуда ӯро тарк кардааст. حله کیسته؟ یا خدایا حله کیست؟ иншоалло язнаи унал зинда будани шуморо нафаҳмидааст. چرا؟ من رو مردگی فکر میکنم. ҳамаамон чунин фикр мекунем. همه تا бале домуло ҳамаамон. яъне шумо вафот кардед. ман ҳам инро намефаҳмам. дар ҳақиқат ба ин сирратон ман ҳайронам. من یگان سیر پیر ندارم. فهمیدید من سیر ندارم. من 1 سال در بیهوشی بودم اما نمردم. چه خیلی که گفتم تا خدا جان رو نگیرد آدم نمیمرده است. дида истодам домуло. زیو او از عقل بیگانه شده است. زیو در کجاست؟ خانم زورا از تاثیر توی روزهای آخر خودتان را مانده کردید. به حیاتی نو قدم گذار. گذشته را فراموش کن. باید کمی استراحت کنید. چی؟ یعنی من در خیالم دیدم. دخترم نباشد باز چی شده میتواند؟ چی شده میتواند؟ اکنون اینطور نکن. وای آدم مرده است. تو تنها خسته بودی و همین خیل خیال کردی. تو حاضر خوب استراحت میکنی و همش میگذرد. این خیال نبود بابا. حقیقت بود. تمام زورو جان تمام. زیانا مرده است. باید کمی استراحت کند. همش خوب میشه. رحمت آروم شو جانم آروم. تمام رسیدیم. همینجا ایستید. домуло بله. аз ростӣ шумо дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед? بله. домуло ба ман бовар кунед. шуморо асло намефурӯшам. تشکر خانم میلیس. домуло дар асл ман ба шумо ташаккур мегӯям. ҳаётамро наҷот додед ҳатто 2 бор. 2 بار؟ 1 بار نجات دادم رو در خاطر دارم اما دوم بارش را خاطر ندارم. домуло аз ростӣ одами шух ҳастед. агар розӣ бошед пагоҳ якҷо хӯроки шом мехӯрем. راستگار نمیدانم که چی خیلی میشه. домуло ман ба шумо бояд як чизро нақл кунам. сари як пиёла чой суҳбат мекунем. خب مایلش. шуморо пагоҳ бегоҳ аз ҳамин ҷо мегирам. تمام خوابی خوش. шабҳои хуш. کلتکی لاس گفتنی آدم از کجا با آیله ما همراه شد نمیفهمم. مرده رفت اما دختر بیچاره ما تا حال از تاثیر او خلاص نمیشود. زهرا عقلش رو گم کرده است. یعنی از پس آدم مردگی تمامی شب داریم. زنوک چی زنوک؟ اگر خیال نمی بود و حقیقت می بود بیتول تکلیف خاندار شویم رو قبول میکرد. سامی دیوانه خود با خود گام میزنی؟ اکا من برای زهرا بسیار زیب میشوم. به فکر من زهرا با آسانی به خود نمی آید. آخرش عقلش را گم کرده. دختری ما برای چی عقلش را گم میکرده است؟ دختری من با عقل است. امشب خواب رفته دم گیرد. دکتر گفت که نزد میشود. ای کود را فریاد میکنم. یک جای رو برو شیشته گپ میزنن، یک جای حل میکنن. پدر جان التماس در این موضوع یک روی نکنید. زهرا رو به حال خودش گذارید. او را مجبور نکنید. او خانه‌دار نمیشود. خدایا این چه شب بود.
این چه خیلی حیات است که من نفهمیدم. از کسی چیزی پرسید و نمیتوانم. خداوندی بزرگ و مهربان، همه باز مرا مرده می حسابند. این چه خیلی است من نمیفهمم. به نزدیکی مرا زامبی گفته، از پس هم همشان میدوم. خودش چی گپ است؟ اوف، آن دختر لیکن زیبا بودن. پگاه درس دارم. بیا خیز اکنون، این خیلی کار نمی شود. درس تیار کردن لازم است. معاش را حلال کنم. در کجا هست این دختره؟ ای ملیس، تو رو گفته ایستاده. تو همین وقت در کجا بودی؟ ای مادر، در توی خونه انتظار بودم. فکر کردم شما برگشته می آیید. چه گشته می آیه ملیس؟ یعنی توی مون؟ برای چی زهرا زود برآمده دویده رفت؟ ای ملیس هیچ نپرس. وای بود کو شفری سوختهاش کلتکیل است. او ارواحی او را دیده تمام شب از پشتش دوید. ما را در نزد مردم شرمنده کرد. حاضر همین طرف شد مادر. وقت شما با پدرم زهرا را در پیش بابایم طرفداری میکردید، این طرف نمیگفتید، از او بخشش پرس میگفتید. ای ملی سفسطه نگو. تو دختری من هستی. ای خودت رو با کی مقایسه کرده ایستاده؟ همشیری نکن، بابایت رو نمیدونی. با خود همه ما رو از خونه سر میکنن. بغیر از زهرا چشمش کسی رو نمیبیند. کاش خونه دار شده میرفتم، ما خلاص میشدیم. از این پس اویله داماد اصلا قبول نمیکند این کاری خونه دار شوی رو. این کار برباد رفت. خونه دار شوی پونه دار شوی نیست. ببخش مرا زیاد. خواهش میکنم مرا ببخش. خواهش میکنم به نزدم برگرد. مرا از خود دور نساز. خواهشی بابایم رو رد کردن نتوانستم. نباشد اصلا به کرسی نگاه نمی نشستم. اصلا ببخش مرا التماس. دامولا زیا اصلا تو رو نمیبخشد زهرا. دیگر اصلا زیا رو نمیابی. من هرگز اجازت نمیدهم که تو اون رو یابی، چون که تو لایق اون نیستی. ببخش مرا عشقم. ببخش. صبحی بر وقت کی با مکتب می رود؟ چی است؟ من مگر اینجا مر زدم؟ اما چه خیلی من چه خیلی معلم دین هستم. خودش این چی گفت است؟ ای بچه تو دیگر رسم نیفتی که رسمی کلتکیلس را کشیدی تا با ای خدایا در اصل آنقدر بد نیست. زود به درس. برادر این ماشین رو کی به اینجا مونده است؟ رسما اثری تاریخی است. اینجا برای شما مزار ماشین است. گیرید برید در پیش خانه‌تان مانید خیر. احمد آمد. یا خدایا این زن هر سر اینجا میاد. هیچ نفهمیدم در حق دیوان است. عجب باید پرسم چه شراب پلیس تعقیبم میکند. استاد احمد با کجا میروید شما؟ من به مکتب رفته ایستادم.
این خیلی باشد جانم. با تاکسی نمیروم، با ماشین شما میروم. انشالله در راه نمیمونم. برای چی در راه مانی؟ ماشین جانور برین. اینقدر آدمی شوخ هستید، ماشینتان رو اینقدر تعریف میکنید. بیا مانیده. یا خدایا، من باید ماشینم رو گیرم. شما من را انتظار نشید، با تاکسی روید. یعنی که شما با ماشینتان مرا با مکتب نمیبرید؟ آخر چل برم؟ بنزین ماشینم تمام شد، در راه مان. آن را آوردنم لازم. مرا گوش کنید احمد جان، من در این عربه شما فقط به خاطر شما میشینم. نباشد امروزها از نزد من هزارها ماشین میگذرد. با این ماشین کونتون اینقدر ناز میکنید؟ چخل کنه؟ چی گفته ایستادید؟ من نمیفهمم تو را. با کجا میروید استاد احمد؟ یا خدایا توبه. این ماشینم میگویم در راه مان، بنزین ندارد، وی را گرفتنم لازم. ماشینتان در اینجاست آخر. چی؟ انا ماشینتان در اینجاست. بالا حسن 911 سرقتان در تعمیر است. 911 میگفتگشون همین است یعنی؟ این چه خیلی ماشین است؟ چی میخوانند اینها؟ ماشینی من بود است. دیگر ماشین را گرفتم، برای همین پلیس مرا تعقیب میکنه. سوار نمیشویم؟ کلید را فراموش کردم، به فکرم در خانه است. کلید را گرفته میاد. در کجایی زیو؟ در کجا؟ دیگر از پیشم نمی برآمده باشی، مرا می بخشیده باشی. خانم زهرا، صبح خیر خانم زهرا. شما به پایان نآمدید، صبحانه تان را به اینجا آوردم. خانم زهرا، من میدونم تو رو در کجا کوبم. این چخل ماشین است. ماشینتان رو یک سال ندیدید، به فکرم یاد کردید. نپرس میجگان، من از تو یک چیز رو پرسیدنیم. بپرسید، لیکن شما فقط مرا خانم میجگان میگفتید. خانم میجگان، از شما پرسیدنیم. در حیات من زهرا گفتنی کس هست؟ او را میشناسی؟ زهرا؟ او کی است؟ زهرا کیست؟ زنک. زنک؟ یک زنی زیبا. یک زنی زیبا یعنی یعنی که زیبا بودنش را میدانی اما او را نمیشناسی، همین خیل؟ آن زن کی است؟ آخر نمیدونم، اگر میدونستم از شما نمیپرسیدم. نه، زنی رو که نمیشناسی چرا میپرسی؟ مقصدم این که یعنی زهرا گفتنی کس را من میشناختم یا همین رو فهمیدنیم. اگر میدونستم از شما نمیپرسیدم. آخر خیلی کیست؟ زهرا با شما کی میشود؟ من خودم نمیدونم، همین رو میخوام بفهمم. من زهرا گفتنی کس را میشناختم یا نمیشناختم؟ نمیشناختی؟ مایلش نمیشناختم. نمیشناسی؟ مایلش. او را نمیشناختی؟ فهمیدم، تمام. ای دختر، تو این پسر رو تا قیامت به خودت جلب کرده نمیتوانی؟ زیباترین دختر مکتب تو هستی. ای ایران،
من همین قدر میگویم که تو از اودای عاشقی و قدر خوب نمیبروی. اما بین دوست داشته‌ات رو با دخترها چه صحبت دارد. دودینیا بیا. حاضر تو رو میکشم. چی شد عشقم؟ باز چی عصبی شدی؟ بینشین. عشقم نفهمیدم یگان کاری خطا کردم. خاموش. با اون دختر چیکار میکردی تو؟ آرام شوید. تمام آخر وای دختری خاله جنید بود ها جنید؟ من نمیشناسم او رو. جنید تو چی ها میگویی؟ با خدا من اون رو نمیشناسم. تو رو میکشم. با من نگاه. با خدا من با اون دختر تنها گپ میزدم یگان کار نکردم. چی مرا گناهگار میکنی؟ من میگویم که بچه ها چی میگفتن؟ استاد احمد اینقدر تغییر یافته از بچه ها؟ ولی استاد احمد تغییر یافته است همین خیلی عشقم. حالا میبینی که یک روز با ماشین فسانش در برش یک دختر زیبا به اینجا میآید. ای بیو مونه استاد احمد مناخیره؟ دیگر کی میشود؟ اول اینکه استاد احمد معلم میجگان رو دوست می‌دارد. او مثل شما بو حواس نیست. علاوه بر این او بسیار مردی رمانتیکی است. با این ماشین قیمت بهاش حالا میبینید که استاد احمد چه خیلی تغییر می‌یابد. کیوما کنی بینم کی است؟ کیوما استاد احمد است. نورمال پیشینه خدا زنه فراریش کجا شده باشد؟ استاد شما شینید ما تله میدهیم. با کجا تله میدهی؟ با مزار ماشین ها؟ استاد سکارسی ماشین رو کندید کو؟ آی ایران باورم نمیآید او هیچ گاهی خیر گپ نمیزد. با او چی شده باشد؟ استاد بیا تله دهیم ماشین رو. نه تله نمیدهیم و هیچ چیز هم نمیکنیم. بگذارید در همین جا ایستم. احمد جان گم کردن خاطرات رو میفهمن. چرا ماشینت رو شد زدی؟ بیا مان خانم چه خیلی شتفاقی من نکنی. تو این ماشینت رو بسیار دوست می‌داشتی. حتی به او نام گذاشته بودی. خدایا چی نام گذاشتم عجبا. جیگر من همین ماشین رو کی گرفتم همین هم ماشین شد. دارید ماشین رو گرفت و هیچ بچه ها زود باشید ترمز رو زیر کنید که ماشین میرود. زهرا تو به کجا رفتی ایستاده ای دخترم؟ بابا جان نفس گیر شدم هوای تازه گرفتن خواستم. از پس آدمی مردگی نمی روی همین طور نه؟ چی علاقه دارد بابا؟ گفتم که هوای تازه گیری برآمدم. زهرا تو ما را بسیار سخت‌تر ساندی. برای همین من چی گفتگیم را نمیدانم. زهرا تو او را در خیالت دیدی تمام. قطعاً اجازت ندی که این خیال حیاتت را بربادیت دخترم. سلام استاد. سلام خانم میجگان. علیکم سلام. استاد احمد با شما باید صحبت کنم. در انتظارم. زود بیا. بله استاد مرحمت. استاد احمد از بالایتان بسیار شکایت کردن. عجبا پلیس به مکتب آمده باشد. به گوشتان یگان خبر رسیده باشد. گویا که مثل پیشتر درس نمیگذارید، به ژورنال باشد امضا نمیگذارید، تماما دیگر خیر شده اید، حس و نیست نمیکنید. همین خیلده. شما این رو در نظر دارید؟ این را گفتم و اما خودم باور نمیکنم به این. استاد احمدی را که من میشناسم هرگز چنین کارها نمیکنه. اگر با چشمانم هم بینم که چنین کارها میکنی اصلا باور نمیکنم. من از کجا میدونم استاد احمد چیکار میکنه چیکار نمیکنه؟ یگان چی را در یاد ندارم. بله محترم خدا مرا از کارهای بد نگاه دارد. نخواد که من درس ندهم. هست و نیست میکنم و دفترچه کاری امضا میمونم. درس‌ها رو هم چخیلی که در ژورنال سیم نوشته شده است به اجرا میرسانم. کسی گفته باشد گناهی عظیم کرده است به فکرم. بله استاد من هیچ از شما شبهه ندارم. رحمت محترم دیرکتر با اجازه شما من به درس دیر نمانم. مرحمت. رحمت استاد رحمت. احتیاط که بچه. زهرا چی گپ شد؟ سراسیمه هستی؟ به من گوش کن میلیس.
اگر تو هم به مانند دیگران زیو مرده است بگویی خودت رو غم ندی. او نمرده است، من میدانم این رو و او رو پیدا میکنم. البته اینه نمیشود. نباید دومولو زیو رو یابد. من باید پیشگیری کنم. سلام بچه. علیکم السلام استاد. شینید. باش. حالا هستو نیست میکنیم. قلندر آمالیکا؟ در این جایم استاد. ایرمی الفت شا؟ در این جایم. بسیار در هیجانم. استادم سوالهایم را جواب میدهد. امروز اینقدر دیر گذشت و زور طاقت کردم به خدا. استاد جانی من سوال بسیار دارم، بسیار، و همش جواب میدهید. آرتیقی قادر. I am here teacher. این چه خیلی گپ بود؟ کنی از جایت خیز؟ وای استاد، I am here گفتم، یعنی در این جایم استاد. گود مورنینگ رو با زبان انگلیسی میدونم گفته، با ما ارتیستی نکن. وقتی که نامت رو میگیرم همین جایم گوی و در جایت شین. در همین جایم استاد. شین. ای استاد اول این خیلی نمیگفت، حالا با چی شده باشد آخیر؟ میموری که تاچکی گپ زنیم. خاموش ایستاده. صبحان. در همین جایم استاد. عجب استادم با سوالی که دیروز دادم چی جواب میداده باشد؟ پسرم بخیر است؟ لبای تو کی هستی؟ با کجا میروی؟ من اینجوری به نزد استادم سوال دهی میروم. کدام استاد؟ استاد معرفت دین، استاد زیا. در اینجا استاد زیا گفتنی شخص نیست؟ هست در سیمخانه است. مایلش به شما برای کار. بچه کجا میره؟ به نزد استاد زیا. اگر تو گپ رو نمیفهمی استاد زیا گفتنی در این مکتب نیست. غنچه گلی گلچبک. در همین جایم استاد. ملک شاه حامیدوف. همین جایم استاد. این هست و نیست تمام نمی شود بفکرم. سردار سین. در سینف همگی چند طلبه هستی؟ همگی استاد 18 نفر. حاضر چند کس هست؟ 18 نفر استاد. خواه این خیلی که باشه چی یک با یک نمبر میکنی؟ تمام. استاد با ژورنال امضا نمونده. امضا؟ میمونیم پسر. هر روز باید امضا مونیم مگر؟ بیکار که شدم امضا میمونم. حاضر. از پسی من نباید ساعت مرا. یه بچه این سوالم رو میپرسم از استاد. در اینجا استاد زیا گفتنی شخص 100 بار با تو فهمونم. استاد؟ چی گپ است؟ استاد شما جواب سوالم رو باید میدادید، برای همین اومدم، اما این کسی اجازت نمیده. خیلی سوال، اینجا درس میگذارم. وزیر گناه گرفته استاده. من این را نفهمیدم استاد احمد. این پسر میگوید که باید از استاد زیا سوالهایم را پرسم. استاد زیا کی باشه؟ زیا گفتنی استاد در این مکتب نداریم آخر ما. با خدا دیرکتر من هم نفهمیدم این پسر را، اما سر دیدین این کس داره. اگر خواهید نگهبانان را گویم از مکتب این را بیرون کنند. نه استاد من حل میکنم. این خود شاگرد کهنه ام است. این طرف سوال ها میده. همین خیر با شما برای کار. تمام شما راحت باشید، هیچ چیز نمیشود. تمام. استاد استاد جانم. ای بچه تو برای چه هر روز به صنف ما میداری؟ ما درس میخونیم تو باشی در آمده درس رو ویران میکنی. استاد اما شما گفتید که جواب سوالات رو پگاه میدهم، برای همین اومدم. کدام سوال؟ استاد انسانی روزدار اگر بمیرد روزش میشکند. تا سحر خوابم نبردی سوال سرم رو گرم کرد. به خدا استاد. بله شاگردان وظیفه خانگی داشتید فراموش نکردید؟ تنبلی نکنید. با خدا دستتان بالا نشود دو میمانم. آفرین. کنی تو بگو. من میدونم مردن. از جایت خیز کنی. اکنون جواب ده. استاد آدم که مرد حتما روزش میشکند، دیگر چی میشود؟ شین بهایت یک. استاد 5 سال شد که من در صنف میمانم، خیلی نمیشود. کتاب خواندن در کار پسرم. لبه اگر نادانسته یگان چیز خوری روزه نمیشکند.
чунки одам нодониста агар хӯрад рӯзааш намешканад. Дуюм ин ки устод ами рӯза намешканад охир чӣ хел мешканад дар мурдан устод? Ман ҳаминро гуфтам. Як дақиқа. Сеюм ин ки агар он инсон худкушӣ кунад албатта ки рӯзааш мешканад устод. шин артиқ баҳоят як ирам ягон кас надонад фикр мекунад ки ин кас рӯза мегирад. биёмоне гӯё худат рӯза мегирия? кори ту чӣ? инро ман медонаму худо. устод ақаллан баҳои ду гузоред ман розӣ. сифр. устод вай шумо дарсҳои иловагӣ медиҳед? духтарам мо дарси дин гузашта истодем на таърих. магар ин дарсро иловагӣ хонда мешавад? устод ман ҳам ҳаминро мегӯям. шумо пеш саволҳои осон медодед. ҳозир мушкил шудааст. ман намехоҳам ки баҳои ду гирам. аз ҳамин сабаб мехоҳам дарсҳои иловагӣ гирам. шумо ба ман дарси иловагӣ медиҳед? ба худо дарси иловагӣ пиловагӣ нест. нишаста ба дарс хуб гӯш медиҳед. ҳамаш ҳамин. лаббай устод мурдан рӯзаро намешканад, чунки ҳангоме ки одам рӯзаи худашро мехӯрад инро бо иродааш мекунад, аммо марг аз иродаи одам берун аст. шин баҳоят як бачаҳо агар ин ҷавоби дуруст надода бошад он гоҳ ҳамаамон месӯзем. модоме ки ҷавоби ман нодуруст аст ҷавоби шумо чӣ аст устод? шогирдон марг рӯзаро намешканад, чунки шахси рӯзадор ягон чиз нахӯрда вазифаи рӯзаро хост ба ҷо расонад, вале бечора раҳматӣ шуд. агар ягон чиз нахӯрӣ рӯзаат намешканад. аммо раҳматии бародарамон вақти мурданашонро албатта ки намедонист ва гунаҳкор ҳам нест, чунки дониста намурда аст. иншоалло дар он дунё рӯзаашро мекушояд. آمین استاد آمین انشالله. استاد خدا از شما راضی باشد. با خدا سرم آرام شده. ماشاءالله ماشاءالله. استاد از همین سوالهای جمع کردم یک توی دیگر پرسم. این دیوانه از کجا پیدا شده؟ اما پسرم ما درس گذشته ایستادیم. بس از اکنون درس رو ویران نکن. برو از اینجا استاد در دنیا آب و نان تمام شود انسان چی میخورد؟ چی؟ آب و نان استاد تمام شود. چی؟ با سوالهای داده این دیوانه من با فکرم تا پیریم مکتب رو ختم کردم. خوب بچه ها وظیفه خانگی رو فهمیده؟ انا همین سوال. وظیفه خانگیتون همین است شاگردان. تمام. اعتراض نکنید. استاد جانم. کجا می رود این دختر؟ با کجا؟ یا اینکه سراغای دامولازیو رو یافته است؟ این راه خانه دامولازیو نیست. پس با کجا می رود؟ یا خدایا برای چی به این طرف تو؟ نمیفهمم برای چی نیکو ویران شد که؟ زورو خونه‌دار شدن نمیخواست. نمیخواست ولی برای بابایش رو نرنجاندن با این کار راضی شد. باز خیالی هم شده است. چه خیل خیالی؟ حالا باز خیالی گفته ایستاده ای. چه خیل خیالی است؟ حالا هم زیا را در همه جا میبیند. چی؟ اکم رو؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ خیالی یکی تو شده است. از کرسی نیکو خیستت دویده زیا گفته رفت. خدا نگهبانش باشه. وجدان عذابی وجدان میکشد. عذابی وجدان که کشید از این سبب خیالی شد. از آن میترسم که من بمیرم و تو هم مثل او خیالی شدی. این
رو از من چی خیلی پنهان کردی بی تو؟ زنده بودن زیا رو از من چی خیلی پنهان میکنی؟ زهرو بین اکای من با من جواب ده بی تو. زنده بودن زیا رو چی خیلی از من پنهان کردی؟ من نکمتر از تو او رو دوست میدارم. دومولو زیا انیق به خواهرش گفته است که من زندم. چی خیلی نفهمیدم. خدا جان اکنون من چی کار میکنم حاضر؟ زهرو جان بیا با اینجا گذاشته شین. من اینجا برای 6 سنه اومدم فهمو. تیز به من بگو زیا در کجاست؟ زهرو کمتر آروم شو. آروم نمیشوم بیتول. من هر روز زیا گفتم مرده ایستادم. تو مگر وجدان نداری که این رو از من پنهان میکنی؟ نمیفهمی مگر؟ زهرا خودت رو بیتول رو اینقدر عذاب نده. زیا مرد از این 1 سال گذشت. التماس همین رو قبول کن. زیا نمرده است سمی. من او رو دیدم و زنده است. با من گوی بیتول زیا در کجاست؟ زهرو جانا بگی تو میدونی که من چقدر عذاب میکشم. من چند سال پس اکم را یافتم و باز از دست دادم. چی کار کنم؟ یک روز نه یک روز هممون میمیریم. میفهمی؟ هممون از سوی خدا آمده و به سوی او بر میگردیم. اکم وفات کرده است. یا نمرده است بیتو. نمرده است. من او رو دیدم. شما برای چی مرا نمیفهمیده؟ بین اگر من با قراره گرفتنی خانه دار شویم فکر کنی که به زیا من خیانت کردم. بین من خانه دار نشدم و به او خیانت هم نکردم. میدونم اگر اکم نمی بود من این رو به تو نمی گفتم. اگر اکم زنده می بود من این رو از تو چه پنهان می کردم. نمرده است بیتو. زیا نمرده است. من خانه دار شوم گفته از من همه پنهان میکند اما من او را مییابم. نمرده است. زهرا بیتول ایستاد. دیدی هوایی شده است. از عقل بیگانه شده است. خدایا تو عقل او را نگهبان شو. بیتول تو به حال خودت نگاه کن. 1 سال باز به خودت ناومدی. بیا خانه دار شویم میگویم. خدایا عجب و فهمیده باشد. ای بیچاره گربه باز در بالا محکم شده است. حاضر میافتد. باز میافتد. این گربه بی عقل دیگر کار ندارد با بالای این درخت میبراید. پروا نکن جونید. آنها از تو با عقل ترن. فهمیدی؟ ای دوگانه جان مثل فیلم گپ زدی. من میبرایم یاری دهید. نمیبرای گفتم. التماس نبرو لطفا. ای مرا سرده؟ ایستا نمیبرای گفتم. نمیبرای. تمام نمیبرای گفتم. بچه ها چی گپ است؟ چرا اینجا جمع شده؟ در آنجا چی است؟ استاد باز همون گربه در بالا محکم شده است. گربه؟ در کجاست؟ اوه ینگه جان شما خوب هستید. کی در کجاست؟ باز کی میشد؟ کاتاکیل است. در کجاست؟ او چطور به آنجا برآمد؟ استاد مگر یاری تجلی رو دعوت کنیم؟ چی خیلی یاری تجلی؟ برای هیچ نشده است. تو چه میگویی؟ استاد بیچاره در آنجا میمورد. چیز نمیشود. گربه ها 9 جان دارند. اما استاد من بالا برآمده گربه را نجات میدهم. ایستو حکیم چی کار میکنی؟ نه برا گفتم به تو. چی کار میکنی پسرم؟ حاضر میافتی 110 جایت میشکنم. من میقرارم. این را دارید. استاد نبرایید. یک لحظه آرام شوید بچه ها. استاد نه شما نبرایید. یک بار دیگه در آنجا نکنید. استاد التماس نبرایید. چی داد میزنید؟ آرام باشید آخه. یا خدایا چی جای واهمه است؟ واهمه نکنید. استاد از برای خدا نبرایید. نه التماس. دخترم برای چی میافتم؟ این کاری کودکانه است. میبرایم گربه را میگیرم میفرایم تمام. ای استاد نبرایید. التماس. نبر استاد. کنی مرا برداره.
چه در کجاست؟ یا خدایا توبه، شما چی ها میگویید؟ مگر در جنازه‌اش تو نبودی؟ با چشمان دیدی که او را گور کردیم، با چی میپرسی؟ با من بازی نکن شفقت. برای از پلیس او را پنهان کردن مرده برآوردین، من میدونم. اما من او را یاد کردم، نمیفهمی مگر؟ ینگا جان، من حالت شما رو خوب میفهمم. التماس قبول کنید، شوهرتون از این دنیا رفت. با من بازی نکن شفقت. او را در کجا پنهان کردی؟ به من بگوی. در کیسه هم بجا کردم ینگا جان، او رو میگردونم حسرت میبرم. این چیگه پاسخیه؟ او انسان مرد و آدم نیست. یعنی در مزار او را گور کردیم، فهمیدی ینگا؟ تو دروغ گفته صدای شفقت. زیان نمرده است، زنده است. من او را دیدم. نفهمیده ایستادم. یک دقیقه ینگا، خودت او را دیدی؟ ای استاد احتیاط کنید آخه. استاد آیسته. ای استاد التماس احتیاط کنید. آهسته باز نفتید. از برای خدا داد نزنید، کمی دمتان را گیرید. اوف، خدایا آنها چی گپ زده ایستادن؟ از بتول یگون چیز نفهمیدین دختر. یا دومولاز یا زنده بودنی خود را به بتول نگفته باشد. ای شوقت انیقین را میداند. خدایا چی کار میکنم من؟ از تو هم پنهان میکنم. من نمیفهمم چی خیلی از من پنهان میکنم. از تو هم گریخته ایستاده است میگویم. مگر نمیفهمید؟ ینگا جان، با تو میگویم وای آدم در قبر است. از قبر برآمده گشته گریخته نمیشود. ای تو چی شد؟ شوهر نکردی؟ ای بیا ما. استاد احتیاط کنه. ای استاد چقدر شما بی‌پروا هستید؟ بچه ها داد نزنید که حاضر از برای شما شده، خودم را میپرتایم. دیدید استاد چه خیلی تیز برآمد؟ او مثل کاتاکیل از درخت رو برآمده. استاد با دقت باشه، بسم الله گوید. چی گپ است در اینجا؟ چی گپ؟ یا خدایا، تو در اینجا چی کار میکنی؟ استاد برای گربه رو نجات دادن برآمد. گربه؟ باز هم گربه؟ بله. آخر برای گربه شده از همین بالای درخت افتیده بودی. من یک سال دیگر انتظار شده نمیتوانم. بیا احمد، فرا. از پشت گربه افتیدم؟ ها جان. از کجا افتیدم؟ آخر از همین درخت افتاده بودی. چرا باز به همین درخت برآمدی؟ آخر دیگر درخت نیست؟ من از همین درخت افتیدم؟ بله احمد جان، بله. پس چرا با من نگفتی؟ از اینجا افتیده باشم، پس چرا باز برآمدم؟ ای خدای مهربان، هیچ در خاطر ندارم. از من خفه نشو گربه. از پشت تو من باز یک بار دیگر از اینجا نمیافتم. بر وقتر برای چی نگفتی؟ یا خدایا توبه. ای احمد جان، آیسته. اگر تو بمیری من دو هفته شوهر میمونم. استاد احمد احتیاط کنید، باز نفته. اگر یک بار دیگر من برایم، اوف. یاری تاجری جیغ زنید. گربه را نجات دهید، این کاری من نیست. احمد جان صبر کن، آخر گربه رو میفروردی؟ بچه‌ها بس اینفایتان داره، در اینجا نایستید. زود باشید بس اینفایتان. این گاز داره، زود باشید بس اینفایتان داره. سردارم ماشین رو پیدا کردیم، درونش رو کفتیم. در درونش مواد مخدر بود. وای کالتاکیلسی بیشرف، اکنون به مواد مخدر دست است. سردارم در حق یک آدم مرده شما چی ها گفته ایستاده؟ بیشرف نگوید، این گناه است. چی خیلی مرده است؟ زنده است به حق؟ بله، هرگز نمیرد آنکه دل از زنده شد به ایش. ثبت است در جریده عالم دوام ما. تو چی گفته ایستاده ای؟ سردارم کالتاکیلس دوست بودنش معلوم است. دیوارها را میبراید، اما با مواد مخدر دست زدنش ناممکن است. یک بار کم حجتاش ورق بزن. ای به حق، تو جوره من است یا جوره خیرس؟ من جوره تویم سردارم. از خدا بترس، کالتاکیلس رو تهمت نکن. گناه است، گناه. با ماشین شین، برو. نمیشینم. کندینسنیر هم ندارم، هیچ چیز ندارم. این ماشین از زمان شوروی مانده است. ماشین های حاضره به آدم هم حرکت میکنن. من باشم در زیر بلانی تو سنگ میمونم. تو یک ماشینی نمیشدنی. حتی ویلیسپید از تو بهتر است به خدا. این را بدون، یک روز نه یک روز من هم تو را میپرتایم و تو صغیره میمانی. دومولو با خوراک خوری
نمیرویم؟ یعنی شما هم کار دارید، من شما را مشغول نکنم. نه دومولو، وعده خلافی نکنید. رفتیم، بیاید اول قهوه می نوشیم. بایدش میرویم. میجگان را در سرم میزنم. این زیبایک پیسته بر این است آخه. اکرم من هم حاضر از کار برآمدم بیگاه به نزد شما میآیم مایلش خوب آمد خیر حیاتم برای چی گریه میکنی؟ چی گپ شد؟ حیاتم گریه نکن. بیایید با خوراک خوری میرویم. بابا جون من نروم؟ این چی گپ است؟ بابا جان من نمیروم. ما با خوراخوری برای تو میرویم. از بالایمان ابرهای سیاه پراکنده شود، شادیمان زیاد شود. زورا التماس خیز میرویم. اما جان من نمیروم. خیز زورا بابا جان من نمیروم. دیگر صبر و طاقتم نماند اکا. حیاتم گریه نکن التماس چی گپ شد نخواب. من در خانه ای که با من بد رفتار میکنه زندگی نمیکنم. از همان زمانی که مادرم شوهر کرد من زندگی خوش را ندیدم. مادرم با اینجا آمدن تو رو خبر ندارد؟ البته که نه. باز خبر میدادم. به این هم از رفتن من و همراه شوهرش خودسان شدن. سنان جان گوش کن این کاری کردت خطا از تو خودت میدونی؟ اکا اگر حاضر گوید که به خانه برگردم از نزد شما هم میروم دیگر مرا نمییابید. از حیاتی همه‌تان دور میشم. نه تمام. با آن خانه من اصلا بر نمیگردم این رو بدون. مایلش خوش روی من مایلش. امروز با تو یگانجا میابم بعد گپ میزنیم. چی کار کنیم؟ مرا تنها نگذارید التماس اکا. کی من تو رو تنها گذاشتم؟ اینجا بیا. من تو رو هیچ وقت تنها نگذاشتم. بیا خیر رفتیم. سلام، در کناری تیرزا جای گرفته بودم. بله خانم ملیس مرحبا. رحمتی کلام. با شما نوشاکی سپیرتی بیارم؟ وای اگر به شما عیب نباشد من به خودم شرابی سرخ میگیرم. چی خیلی عیب است هیچ گپ نی. من سفیدش رو میگیرم. دومولو به عقل تو چی کار میکنی؟ تو معلم دین هستی. یعنی پنیر عادی و آبی سفید. بله آبی عادی بیار میشه. مایلش حضور میارم. دومولو با شما یک چیز میگویم. همون روز به نکاح آمدید و گریختید یا که پشیمون شدید. یعنی من فکر کردم که شما نکاح رو ویرون میکنید، گرچه نکاح به شما هم قرد گردید. دومولو میلیس یک چیز پرسم. شما مرا آیا با یگان کس مانند نکردید؟ باوری دارید؟ دومولو حاضر دیوانه میشوم. در کار نجانم نشوید. اما با من باور نمیکنید. حتی سیرتان رو به زهرا نگفتم. باز چی کار کنم که مرا باور کنید؟ حالا هم زهرا میگویدی. خانم میلیس من زهرا گفتنی کس را نمیشناسم. خب شما حالا هم نمیشناسم گفتن رو دوام دهید. ولی لایق همین است در حقیقت. با خدا خیلی کاری خوب کردیم. تعبمون هم بریده می شود. خیلی شده بود که همراه اویلمون با تماشا و خوراخوری نوار آمده بودیم. میلیس هم میبود اویلمون پره میشد. میلیس زنگ زده گفت که با دوستانم با تماشای فیلم میرم. هر چیلو زهرا جان اینجا با تو بسیار پسند میآید همین طور نیست؟ تشکر زیاد بابا جان برای این قدر غمخوری هایتان.
سلامت باش. سیخ کبابی مرغی تموم شده است، از گاو بیاریم. این خیلی بگوی. با خدا که خوب میشود. همین خیلی خانم. میشود تمام مایلش. تمام تشکر زیاد.